دوم، بعضی از علما میگویند بدانید که قلب ها چگونه گشاده میشوند پروردگار در قرآن به ما خودش گفته است. مثلا الله میگوید خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. تو از گناه های مردم بگذر، یعنی خطاگی های مردم را ببخش و این چونین مردم را همیشه به نیکی دعوت کن و از جاهلانی که سواد ندارند و چی میگویند نمیدانند روی گردان، که این یکی از گشاده شدن دلها هست. یا در آیت دیگر میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو از مردم یعنی غضبت را پنهان کن، فرو بر. هر چی کردن که غضب تو را آرند، تو غضب خود را به خاطر الله فرو بر و مردم را ببخش. این چونین یکی از کشاده شدن یکی از سبب‌های دیگری کشاده شدن قلب خواهران عزیز همین مجلس‌های علمی هست. یعنی انسان‌هایی هستند که همراهشان چقدر نشستید، چقدر بعد از یعنی وقتی که با او می‌نشینید کمی لذت میبرید، یا گفتیم از غیبت یا از یگان گپ‌های بیهوده، اما پس از این که آن انسان شما را ترک کرد دیگر چقدر در قلب خود خالگی حس میکنید. چون طبیعت انسان این است که هرچی بر ضرر او هست آن سیاهی سبب سیاه شدن یا تنگ شدن دل او می شود. اما وقتی در مجلس ها یا گفتیم صحبت های انسان های صالح می نشینید، انسان هایی که شما را همیشه به خیر دعوت می کنند، انسان هایی که شما را به پروردگارتان شناس می کنند، انسان هایی که به شما از خوبی های دنیا و آخرت میگویند، پس از صحبت میبینی که چقدر قلبتان گشاده شد، چقدر قلبتان گشاده شد. یعنی صحبت یا گفتیم نشست با علما یا گفتیم نشست با آنهایی که از اهل دین هستند و شما را به خیراتی به عملهای خیر دعوت میکنند، سبب انشراح یا گشاده شدن دل شما میشود. باز تمام آنچه که خیر باشد، صدقه کردن باشد، کمک کردن با زبانمون یعنی با تسلیت دادن باشد، با دیدار بینی باشد، هر چی نامش ثواب است خواهران عزیز سبب میشود که دل شما گشاده شود. برای همین هر خواهری که از سیاگی دل یا که از دلتنگی یا که من نفسم میگیرد یا من همیشه زیق هستم میگویند، خودتان را به صحبت علما بزنید، خودتان را به عملهای خیر بزنید، خودتان را به ذکر الله بزنید. میبینید که این قلب تنگ شما یا قلب زیق شده شما چقدر گشاده میشود. و الله اینجا چه گفت؟ الم نشرح لک صدرک، ای محمد آیا ما نبودیم که قلب تو را گشادیم که در آن قلب کوچک تو این همه دنیا میغنجد. یعنی پیامبر قلب داشتن که همه چیز رو در داخلش میتوانیم جایگیر کنیم، از بهترین پدر بودن، بهترین شوهر بودن، بهترین راهنما بودن، بهترین همسایه بودن، بهترین دوست و رفیق بودن، هر چی بهترین است در قلب پیامبر جای شده بود.